سلام به دوستای خوبم، خوش اومدید به کانال راز موفقیت. یه دعای صبحگاهی براتون تهیه کردم که هر روز از خواب بیدار میشین اینا رو با خودتون تکرار کنید و روزتون رو با آرامش و عشق شروع کنید و استرس رو از خودتون دور کنید. امیدوارم براتون مفید باشه. بس بیایم با هم روز اول رو تکرار کنیم. امروز روزی سرشار از آرامش است. عشق در قلبم جریان دارد و نورش همه جا را روشن می کند. درهای ثروت و فراوانی به رویم گشوده شده اند. من شایسته موفقیتم. من شایسته شادی و نعمتهای بی پایان هستم. امروز با ایمان و امید قدم برمی دارم و بهترین ها به سوی من می آیند. امروز روزی تازه و پر از فرصت های زیباست. من با آرامش درونیم بیدار می شم و نور و عشق رو در قلبم احساس می کنم. هر نفسی که می کشم مرا به سوی شادی و آرامش بیشتر هدایت می کند. من شایسته عشق و ثروت و موفقیت هستم و جهان بی پایان آن را به من هدیه می دهد. درهای فراوانی و نعمت به رویم گشوده شده اند و من با سپاسگزاری آنها را میپذیرم. امروز ذهنم روشن، قلبم پر از امید و روحم سرشار از انرژی مثبت است. من با ایمان قدم برمی دارم و بهترین ها در مسیرم قرار می گیرند. هر لحظه‌ای امروز فرصتی است برای رشد، شادی و دریافت نعمت‌های تازه. من در هماهنگی با جهان هستم و همه چیز به نفع من پیش می رود. امروز رو با عشق، آرامش و قدرت آغاز می کنم و می دانم که موفقیت از آن من است. دوستای خوبم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این دعای صبحگاهی. این رو هر روز تکرار کنید. من روزهای دیگرش هم براتون آماده میکنم که این استرس و نگرانیایی که تو زندگی همه هست یکم کمتر باشه و آرومتر باشه. ممنون که با من بودید. ممنون که منو حمایت میکنید. برای حمایت از من لایک و سابسکرایب یادتون نره. تو ویدیوی بعدی رو از دست ندین. ویدیوی بعدی رو با عشق براتون درست میکنم. روز دوم دعای صبحگاهی رو که لذت ببرین. همتون رو به خدا میسپارم. در نور و عشق باشید. دوستتون دارم. مرسی که کنارم هستید. تا ویدیوی بعدی، فعلا.